دوست نداری پولدار شوی؟ دوست نداری پول حلال خدا نصیبتان بگردونه؟ داریم؟ اعمال ما انسان ها 6 قسم است. چند قسم؟ جالب است، خوب دقت کنید. 6 قسم اعمال داریم ما. 2 قسم اعمال واجب کنندن، 2 قسم اعمال برابرن. 1 قسم عمل 10 برابر ثواب داره، 1 قسم عمل 700 برابر ثواب داره. 6 قسم شد. 2 قسم واجب کننده هست. اگر تو در حالی که مرگ به سراغت آمد و هنوز یقین و باور داشتی که خدا واحد و لا شریک است، به روز قیامت باور داشتی، به حساب و کتاب باور داشتی، به نبیش ایمان آورده بودی، همین که چشمت بسته شد رسول خدا میفرماید جنت واجب شد. بگو الله اکبر. و اگر کسی از این دنیا برود در حالی که شرک به الله آورده باشد، جهنم به او واجب شد. این 2 عمل واجب کننده است. 2 عمل برابرن. اگر تو نیت کار خیر بکنی، چی کار بکنی؟ نیت کار خیر بکنی که من از این مسجد که بیرون شدم انشاءالله همین الان جزم کردی، همین الان تصمیم گرفتی، همین که بیرون شدم انشاءالله 100 افغانی انفاق میکنم در راه خدا، هنوز از مسجد بیرون نشدی، در نامه اعمالت 1 حسنه نوشته شد. برابره. 1 حسنه هنوز نکردی، فقط همینجا تصمیم گرفتی. چه خدای مهربان داری، چه خدای کریم داری. حالا ببین چه جالب است. وقتی تو تصمیم میگیری که دیگر موسیقی نمیشنوم، تصمیم میگیری که دیگر پابجی بازی نمی کنم، تصمیم میگیری که دیگر معصیت نمی کنم، از سود دست میکشم، از گروی دست میکشم، از رشوه دست میکشم، از این و آن چیزی که خدا را ناراض میکند دست میکشم، هنوز انجامش ندادی، 1 حسنه در نامه اعمال تو نوشته میشود. و اگر میروی اون گناه را انجام میدهی، 1 گناه داشتی باز میری همون گناه را انجام میدی، اول خود 6 ساعت مهلتت میدهد تا 1 بار بگویی استغفر الله، الله اکبر. وقتی یک انسان زنا میکند چند ساعت خدا مهلت میدهد؟ 6 ساعت. چقدر بی وفا هستیم. وقتی دروغ میگی چند ساعت مهلت داری؟ هر گناهی که انجام میدی 6 ساعت مهلت میدهد. به فرشته دست چپ گفته میشود نوشته نکن. شاید ساعت دوم بنده هم توبه کند، شاید ساعت سوم توبه کند، ساعت 4م توبه کند. 6 ساعت برای تو مهلت داده میشود. بعد از 6 ساعت که نکردی نوشته میشود این بدبخت 1 گناه کرده است. در برابر 1 گناه تو در نامه اعمال تو 1 گناه نوشته میشود. هر گناهی بزرگی که انجام دادی. این 2 تا برابر هستند. اگر کار حسنه را، کار نیک را تصمیم گرفتی هنوز نکردی 1 حسنه، اگر کار بد را انجام دادی 1 گناه برابر هستند. یکیش 5مش 1 بر 10 ثواب است. از اینجا بیرون شدیدم روی سرک 1 دانه سنگ دیدی، اونو سنگ از جای برداشتی خواستی که بیرون از سرک بیاندازی مبادا مسلمان اذیت شود، 10 حسنه نوشته شده در نامه اعمالت. چند تا؟ 10 حسنه. سلام داد یک مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چند حسنه نوشته شده؟ کینه را از دلت پاک کردی، گفتی با برادرم آشتی نکرده بودم الان آشتی میکنم، چند حسنه نوشته بشه؟ 10 حسنه. 6م 1 بر 700 است. الله اکبر. آیا در دنیا شرکت را سراغ داری که 1 بر 700 به تو فایده بدهد؟ کمپانی را سراغ داری که 1 بر 700 بدهد؟ پدر در دنیا دیدی که به پسر خود 1 بر 700 فایده بدهد؟ تاجر را دیدی که با تو معامله بکند 1 بر 700 فایده بدهد؟ فقط 1 ذات است که کارا میتونه. با آواز بلند بنده ام، الله میفرماید اگر 1 روپیه در راه من صدقه دادی، 1 یتیم را بر لبش خندان آوردی، خنده آوردی، 700 در برابرش میدهم. در برابرش 700 میدهم. چه معامله عجیبه. 1 بر 700. بعد الله رب العزت و الجلال در اخیر آیه میگه والله یضاعف لمن یشاء.
خدا بر این 700 هم بسنده نمی کند. اگر بخواد این را 7000 میگرداند، 7 لک میگرداند، 7 میلیون میگرداند. فقط چی کار دارد؟ دل. اگر تو 10 افغانی داری 5ش در راه خدا انفاق میکنی، 10 افغانی داری که برای خودت نیاز است ولی 5ش در راه الله انفاق میکنی، پس این همون صدقه است که خدا بخواهد به میلیاردها میرساند. عزیز من، انسان ها هم 4 قسم هستند. یک قسم انسان ها هستند هم دنیایشان آباد هم آخرتشان. یک قسم انسان ها هستند دنیایشان خراب آخرتشان آباد. یک قسم انسان ها هستند دنیای آباد آخرت خراب. یک قسم انسان هستند هم دنیا خراب هم آخرت خراب. او کدام از چهارمش؟ فقیری که نه نان دارد، فقیری که نه خانه گرم دارد، فقیری که آرام نیست شکمش، حتی از لقمه نان شکمش سیر نشده، هنوز هم به خدا سجده نمی کند، هنوز هم با پروردگار خود رو نمی آورد، هنوز هم به الله خود تسلیم نیست، هنوز هم گریه ها ندارد، هنوز هم تهجد ندارد. این هم دنیای خود را خراب کرده هم آخرت خود را خراب کرده است. پس عزیزان من، 7 نفر زیر سایه عرش رحمان است. چند نفر؟ 7 نفر. هرگز به نیکویی نمیرسی تا آنچه را که دوست داری در راه خدا انفاق نکنی. این رو من از کجا انتخاب کردم این عنوان را؟ از یک از آیه های قرآن، آیه 92 سوره آل عمران است. الله رب العزت و الجلال میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ای بندگان من، هرگز به نیکویی نمیرسین تا آن چیزی را که دوست دارین در راه خدا انفاق نکنین. عبدالله ابن عمر رفت در بازار، وقتی این آیه نازل شد در بازار رفت یک کم شکر خرید. این در خانه فقرا رفته توزیع کرد. غلامش برش گفت که ای بزرگوار، چی میشد که در جای همین شکر یک مقدار غذا میخردی؟ این مؤمنانی همسایه هایی که ما داریم کلشون فقیر هستن، نان برای خوردن ندارن، شکر را چی کنن؟ عبدالله فرمود بله گپ تو درست است، ولی من کاری کردم که خدا فرموده است. گفت چرا؟ گفت من شکر را زیاد دوست دارم، شکر را زیاد دوست دارم. خدا فرمود هرگز به نیکویی نمیرسی تا چیزی را که دوست داری بر راه خدا انفاق نکنی. گفت من شکر را دوست دارم بیشتر، این را در راه خدا انفاق میکنم. زید ابن حارثه اسب داشت بسیار قیمت بها و زیبا، خیلی دوستش داشت. اسب از لجامش گرفت آمد به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، عرض کرد یا رسول الله، خدا گفته محبوب ترین مال خود را در راه خدا انفاق کنید. من همین اسب را از کل زندگی خود دوست دارم، این را در راه خدا بخشیدم، این را در راه خدا بخشیدم. حالا ما پسمانده غذای خود را آماده نیستیم که به همسایه خود بدهیم. برادر ما گرسنه، خواهر ما گرسنه، خود ما خیلی پول داریم، باز وقتی سر غذا هم شیشتیم، باز زن و بچه خود چیز صحبت میکنیم. بیادرم بدبخت شد، در دست خودش از دیگه بدبخت شد. خوب شد که تو شد، دیدی که ما چیزی نداشتیم، خدا به ما رحم کرد، برادر من بدبخت کرد. نه عزیز من، خوشحال نشو به بدبختی برادرت، خوشحال نشو به فقیر شدن همسایت، خوشحال نشو به غم برادر مسلمانت. چرا؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد هرگز خوشحال نشو با آنچه که به برادر مسلمانت رسیده، چرا خدا به اون رحم میکند و تو را گرفتار میگرداند. هرگز خوشحال نشو با آنچه که به برادر مسلمانت رسیده.